6 نشونه عجیب بهره هوشی بالا. افرادی که بهره هوشی بالایی دارند معمولاً میزها و اتاقهاشون شلخته و نامنظم‌تره. اونهایی که هوش و معلومات بالاتری دارند ادعا و اعتماد به نفس کمتری دارند. هرچی پربارتر افتاده تر و سکوت بیشتر، هرچی نادانتر و بی‌علم‌تر ادعا بیشتر. آدم‌های باهوش بیشتر از بقیه اضطراب دارند و احتمال اینکه دچار افسردگی بشن بیشتره، چون همه چیز رو به خوبی درک میکنن و دقت بالای عجیبی دارن. انگار عمق فاجعه رو توی هر کاری بهتر از بقیه متوجه میشن. طنز و شوخ طبعی قوی، نه شوخی‌های بیمزه، از نشانه‌های هوش بالاست. آدم‌های شوخ طبع باهوشند. هوش بالا باعث میشه تمایل به تنهایی بیشتر بشه. افرادی که هوش بالایی دارن خیلی سخت وارد رابطه میشن. آدم‌های باهوش به چشم بقیه تنبل به نظر میان. اونها معمولاً دنبال ساده ترین راه برای انجام هر کاری هستند. شما